تا حالا از خودتون پرسیدین دروغگو محتواساز دوربین مخفی کیاره همون جوری که از تایتل ویدیو مشاهده کردید آقای سلطان؟ دروغ‌های دوربین مخفی؟ بله امیرم است آقا، امیرم است که معروف به دوربین مخفی های فیکه و حدود 5 ساله که توی یوتیوب برای مثال اولین ویدیوش اینه. Oh shit. Here we go again. دروغ میگی به خدا دروغ میگی. چرا به علی دروغ میگی عزیزم. نه به Brother, what's that? What's that, brother? آقای امیر شما نه تنها دوربین مخفیات فیکه بلکه شما همه چیزت بده. بخوام رو بگم آقای امیر شما 80% ویدیوی شما فیکه و شما دور بر 70% ویدیوهای تو در مورد ده پرستیم یا تست میگیرین به کنار. میای توی ویدیوات مخ دخترا رو میزنی ویدیوشم میگیری. نه تنها تو فیکی بلکه دوستتم فیک امیر جان بچه ها، منظورم از دوستش پویان آنار است که بازم اون یه دروغگویی مثل خود امیر جانه. تو حدود 5 ساله که توی یوتیوبی و دوربین مخفی میگیری یا قبلش با یکی هماهنگ کردی تا این دوربین مخفی رو بگیری. حالا چرا نیومد راستش رو بگه؟ آره پول